سلام و درود خدمت تمام شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان. نهایت گرامی در سرای شمالی شهر کابل هستیم. این بار از مناطق میخوایم براتون فیلم برداری کنم، از مناطق براتون نشان بدم که تا حالا ندیدین. فقط اون کسایی که این منطقه هستن با او آشنایی داره که شمال هم چک شمال از دوستان عزیز، چقدر شمال زیاد است. میخوایم بریم دوستان عزیز از بلاک های گلخانه و بلاک های افزودتر کابل دیدن بکنیم. محرم از دوستان عزیز و مردم اهل تشیع در کار عزاداری هستن. خب دوستان عزیز، این طرف موبایل سازی هست، خرمینگاه موبایل است، ثبت موزیک است. سابق تا اینجا بودن، حال نیستن. شمال زیاد از دوستان عزیز خاکباد است، یک قسم خاکباد است که به کدام اندازه لوحه را هم انداخت. سرای لوحه بود. این طرف دوستان عزیز فرش فروشی ها و موکت فروشی ها هست. خاکباد از دوستان عزیز دوکانات اون بلندای بلاک های افزودتر دوستان عزیز معلوم میشه. اول فکر کنم بلاک های افزودتر از بعد از بلاک های گلخانه. رنگ کروزرهای 2024 25 دوستان عزیز ببخشید. حالا مو شیپشان آمده، اونا موترها بند میکنن. شیپشان است، موترها خودشان مدل پایین هستن، باز شیپ برشون میزنه. مدل بالاتر پمپر و چراغایش تغییر میتن، داله موتر تغییر میتن. خلاص دیگه شیپش تغییر میخوره. مردم ببینه کسان دیگه که باز معلومات ندارن میگن که موتر مدل بالا هست. دوستان عزیز از این کرده که در پیاده رو و سوزان بریم اون طرف خوب از فرش فروشی ها گرفتیم. یک عادت بسیار بده که مردم مقدارن دوستان عزیز این است که اما هر جایی که دکان دارن یا هر جایی که اما چیز میفروشن باز اونم پیاده رو فکر میکنن مربوط خودشان میشه. در پیاده رو میفروشن. ببینید در اونجا هم جای باسکل است هم جای پیاده رو. پیاده رو فرش خود دختر میره. 10 بار آمده، 10 بار چیزایشان جمع کرده این ناحیه. بازم کیره بگویی اونمو مردم که هستن مردم ما تغییر نمیکنن. خب دوستان از این بلاک های افزودتر شهر کابل است. سینیاری که در این بلند میبینین بلاک های افزودتر است. اینجا کلا دوستان عزیز دو نوع است. این بلاک های افزودتر است و بلاک های گلخانه که بسیار مشهور هستند. در خیرخانه و بسیار محبوب هم هستند دوستان عزیز. ما گفتن امانه و قیمتشان هم تو بالا. سیر دکتر اینشام از دوستان عزیز ناظر صدیقی که یک دکتر مشهور است در خیرخانه، خصوصا در بخش خانما. دیگه اینی هم دوستان عزیز بلاک های گلخانه دیگه. این طرفش از بلاک های افزودتر که بگذاریم بود بلاک های گلخانه میه. اینی بلاک ها دیگه نو جور شده دوستان عزیز، سابق نبود. این آپارتمان های جدید است. خیرخانه دوستان عزیز یک منطقه پاک، دوست داشتنی، زیبا و سرسبز نیست. مگم امو پارک سوال باز به این زیبایی خیرخانه بسیار افزوده و سرسبزش. این از اینجا دوستان عزیز بلاک های افزودتر خلاص میشه. اون بلاک های گلخانه است یا او گلخانه است افزودتر دیگه. اینجا یک ذره تردد دارم دوستان عزیز، خدا کنه که اشتباه نباشه. که اشتباه بود باز در کامنت ها نوشته کنین.
بلاک های گلخانه از دوستان عزیز. یا به خاطر از اینکه نزدیک سرای شمالی لیسه مریم هستن دوستان عزیز، بسیار مورد پسند مردم قرار میگیرند و بلاک های زیبا هستند، نسبتا و بزرگ هستند، یک تعداد جمعیت بسیار بزرگ در خود جای دادن این بلاک ها. پایینشان ها فرش فروشی هست دوستان عزیز، باز کوچه های زیاد راه داره این بلاک های گلخانه دوستان عزیز. اینجا دوستان عزیز شهرک گلخانه است دیگه، به یک حساب نمولوهیش هم زده که شهرک گلخانه است و واقعا این مناطق بسیار دوستان عزیز ما دوست دارم. بسیار کسای دیگر هم که دیدیم از دیگه جای شهر کابل کرده، مناطق کارت 4، خیرخانه، وزیر اکبر خان، قلعه فتح‌الله، اینی مناطق زیادتر دوست داره مردم ما دیگه. دلیلش شما برای ما بگوین دوستان عزیز در کامنت. این بلاک های بزرگتر است از بلاک قبلی کرده دوستان عزیز به نظر من. البته ببینین زیبا و مقبول هستم تو دوستان عزیز. باز بلاک ها بسیار پرنفوذ هم هستن دوستان عزیز. ببینین هیچ کدامش خالی نیست، هیچ کدامش نکلش یک پرده زدگی است، یک چی است، یک خانواده زندگی میکنه. پایینشان هم دکاکین است، اون طرف نزدیک سرای شمالی، این طرف لیسه مریم، منطقه زیبا آرام، پارک سه اول خیرخانه نزدیک. خدا چی بخواه آدم، از خدا چی بخواه دیگه. از اینکه موقعیت بهتر در شهر کابل دیگه باز فکر نکنم با بسیاری ها وجود داشته. بسیاری ها انتخاب اولشان همین خیرخانه است، چرا وقتی که سرای شمالی نزدیک است، لیسه مریم نزدیک است دیگه، ترجیح نمیتن اونقدر تا چیزای ضروریات زیاد نداشته باشن بشار برن. اینجا دیگه دوستان عزیز خلاص میشه بلاک های گلخانه همچنان دیگه. این طرف میریم طرف حصه اول، حصه اول دیگه نمیریم دوستان عزیز. حصه اول رفتن نیست هیچ. حوصله شکم ویدیو ما مربوط به بلاک های گلخانه و 700 میشد دیگه. این طرف هم عزیزی بانک است دوستان عزیز و این هتل شب طلایی که از جمله هتل‌های قدیمی و سابقی کابل هستند. این بلاک ها دوستان عزیز چقدر مقبول هستن، مرا خوشم آمد واقعا. این منطقه پیدا نمیشه دوستان عزیزم. کل کابل منطقه خیرخانه بسیار یک منطقه زیباست. همین هر سه حصهش، سه اولش، حصه دومش، حصه سومش، تمامش فقط این 500 فامیلی یک ذره باز یک منطقه خشک است. یک ذره تو چه قسم براتون بگویم، یک ذره خشک است تو به روح هست دیگه. مگم باز حصه دوم و حصه اول باز البته در این نظر شخصی من دوستان عزیز شما رو نمیفهمم دیگه. خب به هر صورت دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوش آمده باشه، خاطراتتون زنده باشه دیگه. ویدیو رو لایک کنید، در کانال همچنین سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی. همتون به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.